سلام، امروز اومدم در خدمتتون باشم برای توضیح این که اگر کسی از شما مشخصات حسابتون رو خواست به چه چیزهایی شما نیاز دارین و به چه شکل میتونین به اطلاعات حسابتون دسترسی داشته باشین. با من همراه باشین. خب، اول از همه من یه توضیح کلی بدم در رابطه با فرمت چک یا وید چک. وید چک یعنی همون چک باطل شده شما که به این شکل هستش. چک شما از 4 قسمت اصلی تشکیل شده. اول از همه شماره چکتون هستش. دومین قسمت ترانزیت نامبرتون یا همون کد شعبه شما هستش که 5 رقم هستش. قسمت سوم شما اینستیتوشن نامبر شما یا همون کد بانک شما هستش که مثلا برای TD 204 هست و برای CIBC 010 هستش. قسمت چهارم و آخرین قسمت چک شما اکانت نامبر شما هستش که از 7 رقم شروع میشه و برای بعضی از بانک‌ها تا 12 رقم هم امکان داره که باشه. خیلی خوشحال میشم اگر سوالی چیزی دارین با من در کامنت ها و دایرکت در ارتباط باشین. خیلی زود سعی میکنیم که جواب شما رو بدیم و پاسخگوتون باشیم.